سلام، من فاطمه‌ام. بریم امروز خونه ملاباشی رو ببینیم توی خیابون ملک. خونه ملاباشی یکی از زیباترین خونه‌های تاریخی اصفهانه که تو دوره صفویه ساخته شده و تو دوره‌های زندیه و قاجاریه هم مرمت شدن. واسه همین هر گوشش یه رنگ و بوی معماری متفاوتی داره. خونه ترکیبی از هنر معماری 3 دوره تاریخی مهم ایرانه. بعضی از آثار دوره صفویه از بین رفته، اما هنوز ردش رو میتونیم تو قسمت‌هایی از خونه ببینیم. وقتی وارد خونه میشیم، اولین چیزی که به چشم میاد حیاط بیرونیه. این قسمت نسبت به بقیه بخش‌های خونه بیشتر مرمت شده، ولی هنوز حال و هوای قدیمی خودشو داره. آخر این حیاط هم یه اتاق نورگیر خیلی قشنگ هست که رو به خیابون باز میشه. بودی که برای بود مامانم برای بندازه توش که شوهر رفت آخرش نشد. یکی از قسمت‌های جذاب خونه بخش تابستون نشینه که از دوره زندیه به جا مونده. این قسمت ستون‌ها و نقاشی‌های بسیار زیبا و خاص از سیاره‌ها و ماه‌های باستانی ایرانی داره که خب بخشایی از این نقاشی‌ها تخریب شده بودن که توسط آقای معتمدی مرمت شد. تو بخش تابستون نشین این خونه اتاقایی وجود دارن که هر کدومشون به نام یکی از ماه‌های سال نامگذاری شدن. وسط این اتاق یه حوض کوچیک تعبیه شده که مثل کولر عمل میکنه. اما این خونه یه داستانی داره که برای فهمیدنش بهتر اول بدونیم ملاباشی کی بوده. داستان اصلی این خونه برمیگرده به زمانی که ناصرالدین شاه پسرش ضلع‌السلطان رو به اصفهان میفرسته. سلطان مسعود میرزا ملقب به ضلع‌السلطان 3 سال از مظفرالدین شاه بزرگتر بود، ولی چون مادرش از خاندان قاجار نبود هیچ وقت نمیتونست به پادشاهی فکر کنه. ضلع‌السلطان بعد از حکومت مازندران و فارس به اصفهان میاد و 34 سال حکومت میکنه. ضلع‌السلطان به دلیل ظلم، قدرت طلبی و رفتارهای خشونت‌آمیزش به عنوان یه حاکم ظالم و بیرحم شناخته میشد. تا اینکه ناصرالدین شاه میرزا احمد ملاباشی که منجم دربار و آدم مورد اعتمادش بوده رو به اصفهان میفرسته تا اوضاع آروم کنه. حضورش واقعا شهر رو آروم کرد و خودش تبدیل به یکی از ریش سفیدای محبوب شهر شد. ملاباشی این خونه رو خرید و تو محله پاقلعه ساکن شد. چون این خونه نزدیک خونه ملک التجار و حاج آقا نجفی بود، کم کم تبدیل به جایی برای حل و فصل اختلافات شد. وقتی ملاباشی صاحب خونه شد، کلی ساخت و ساز انجام داد و بخشایی مثل شاهنشین رو اضافه کرد. آنکه زنده به نان است، زنده به جان است. آنکه زنده به جانان است، زنده جاودان است. یکی از جایی که واقعا توجه ما رو جلب کرد زیرزمین بود. زیرزمین رو کامل به شکل یه موزه کوچیک در آورده بودن. وسایل قدیمی مربوط به نجوم و عکاسی گذاشته بودن. چیزایی مثل اسطرلاب، ذات‌الرب، تربی، دوربینای قدیمی عکاسی، سپایه‌های چوبی، قطب نما، چراغای فلزی قدیمی. میز و صندلی‌های خاتم‌کاری شده هم توش بود که واقعا ظریف و قشنگ بودن.
تو حیاط مربعی شکل خونه اتاقای 3 دری، 5 دری و 9 دری هست. اتاق 9 دری که به شاهنشینم معروفه، یکی از دست نخورده ترین بخشای این خونه محسوب میشه. این اتاق پنجره‌های عروسی و شیشه‌های رنگی داره و با گچبری و آینه‌کاری‌های بسیار زیبایی تزیین شده.